با سلام گرم از پراگ به همه دوستان و بینندگان بینیایت گرامی رادیو زودی نوید بمدادی تقدیم شما در این صبح با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان. ساعت با وقت پراگ رسو 7 است و قبل از آن که من شالوگل خوجه به خبرها رجوع کنم از بود هوا میگم البته که نیز به کار و زندگی بی تاثیر نیست. در پایتخت جمهوری چک که از اینجا با شما صحبت دارم هوای بارونی پیشگویی شده است در جریان روز تا 12 درجه گرم می شود. در مسکو مکانی بود باشه اکثریت مهاجرین تاجیک هوا ابری است و حرارت تا به 5 درجه خواهد رسید. در دوشنبه هوای امروز آفتابی و روزانه تا 29 درجه گرمی پیش بینی شده است. افسانه کوبیرشوی و تهمینه حکیم و دو خبرنگاری رادیو زودی روز 7 اکتبر تصادفاً در ماورای یک عملیات مخفی کارمندان امور داخلی شهر دوشنبه افتادند. گفته می شود هدف از این عملیات بازداشت تکسیران بود که بنا به گفته کارمندان امور داخلی به جنایت وزنین گمان بر می شود. کارمندان پلیس میگویند در آغاز میخواستند خبرنگاران به ماشین دیگر نشینند و کارشان را ادامه بدهند، اما نواربرداری از حادثه سد راه و همچون دخالت به عملیات مخفی پلیس ارزیابی شده است. تامین حکیم و میگوید با دیدن آنکه افراد نزدیک آمدند و خود را به راننده ماشینی که وی نیز مسافرش بود معرفی کرده خواستند او را از ماشین فرارند، حیران شد و این وضع را نوارگیری کرد و این عمل کارمندان پلیس را وادار نمود تا او و همسفرش افسانه کوبیرشوی را به شعبه پلیس برند. دو خبرنگار برای اجرای وظیفه کسبیشان تاکسی کیرو کرده بودند. به افسانه کوبیرشوی و تهمینه حکیم و در شعبه کارهای داخلی نویه فردوسی پایتخت گفتند برای ممانعت کردن به کاری پلیس به 15 شبانه روز حبس خواهند شد. ماموران میلیسای این نویه در تماس تلفنی گفتند سببی به شعبه بردن خبرنگاران آن بوده است که آنها لحظه بازداشت گمانبر را نواربرداری کردند. پس از 2.5 ساعت بازداشت و دادن بیانات خطی خبرنگاران رادیو زودی آزاد کرده شدند. افسانه کوبیرشوی و تهمین حکیم و بیش از 1 سال باز به حیث ژورنالیست و نواربردار در رادیو آزادی کار میکنند. دیروز سروزیر تاجیکستان با رهبران هیئت‌های کشورهای اعضای سازمان امنیت و همکاری در اروپا یا خود ساحه دیدار و ملاقات داشت. بنا به اطلاع خبرگزاری دولتی خاور قای رسولزاده تاکید نموده است که تاجیکستان برای ادامه و تقویت بخشیدن همگرایی با ساحه هوسمند بوده در این سمت تدبیرهای ضروری عملی می‌سازد. سروزیر تاجیکستان از جمله گفته است همکاری میان تاجیکستان و ساحه در سمت‌های حفظ حقوق انسان، آزادی، تامین امنیت و اقتصادی و اکولوژی به راه مانده است. همزمان با تاکید قای رسولزاده حکومت تاجیکستان میتواند در این راستا همکاری را با ساحه در ساحه انرژتیک، راه و نقلیات، تغییریابی اقلیم و دیگر سمت‌های مهم تحکیم بخشد. باید گفت ملاقات با 16 سفیر کشورهای عضو ساحه روز گذشته در وزارت کارهای خارجی در دوشنبه جریان گرفت. سازمان امنیت و همکاری اروپا از سال 1994 به این طرف در تاجیکستان حضور دارد. بودجه دفتر در سال 2016 هم 7 میلیون و 756 هزار یورو را تشکیل میداد و در آن 28 کارمند خارجی و 193 کارمند محلی کار میکردند. سال 2017 این سازمان مقامش را به مقام دفتری برنامه‌ها پایین آورد و بخش‌های محلیش را در 5 منطقه تاجیکستان بست. آژانس ضد فساد تاجیکستان میگوید نسبت دکان فاکولته اقتصاد و بیزنس دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان پرونده جنایی آغاز شده است. به گفته این منبع امام علی شیرالیف ماه گذشته برای فریب و سوء استفاده باوری از شهروند 19,000 سومانی و 600 دلار آمریکایی گرفته است. دکان به عوض مبلغ مذکور وعده داده است که شهروند را به کرسی دوم دانشگاه مذکور داخل میکند. گفته می شود بازداشت شده مبلغ گرفته‌اش را به منفعت شخصی خود استفاده نموده است. از روی حالت مذکور نسبت امام علی شیرالیف با مدعی قلابی پرونده آغاز شده، تفتیش پیشکی آن ادامه دارد. واکنش بازداشت شده در نسبت اتهامات در نسبتش معلوم نیست. خبرگزاری‌های روسی از فوجیه در یک خانواده زادگان تاجیکستان خبر می‌دهد که در بالاشیخ ولایت مسکو اتفاق افتاده است. طبق اطلاع رسانه‌ها شب 7 اکتبر زن 27 ساله که شهروند تاجیکستان بوده است، پسری 2 ماهه خود را شیر می‌دهد. بعد این نوزاد از شیر مادر نفسگیر می‌شود. برای نجات کودک پدر او یاری تاجیلی را دعوت می‌کند تا رسیدن پزشکان کودک می‌افتد. پس از شنیدن مرگ فرزند پدر 34 ساله او خود را از دهم آشیانه به زمین می‌پرتاید و به هلاکت می‌رسد. پیوندان میگویند این مهاجر 12 سال به این سو در روسیه به سر می‌برد و شرمنده این کشور را داشت. او با همسرش سال گذشته ازدواج کرده بود و نوزادی فوتیده نخست فرزندی آنها بوده است. قرار است تابوت پدر و پسر را مادر این خانواده به تاجیکستان برساند.
امروز وزیر کره خارجه روسیه سرگئی لاوروف با سفر دو روزه به پایتخت قزاقستان شهر نورسولتان تشریف می‌آورد. اینترفاکس گزارش داده است که وزیر کره خارجه روسیه با پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف و وزیر کره خارجه این کشور مختار تلیوبردی همکاری میان دو کشور و همچنین توسعه همکاری‌ها در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی شبیه سازمان ملل متحد، اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان پیمان دسته‌جمعی و دیگرها را ارزیابی خواهند کرد. دیروز پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین 67 سالگیش را جشن گرفته به خودش تحفه کرده است. طبق گزارش‌های رسیده با نظر داشت تورم معاش پوتین و منصبداران بلندپایه دولتی روسیه 4.3% بالا شده است. اکنون پوتین ماهانه 746,000 روبل میگیرد که معادل 11,500 دلار میباشد. در برابر پوتین وزیر مدافع سرگئی شویگو، سروزیر دیمیتری مدویدیو، رئیس خدمات فدرالی امنیت خود FSB الکساندر بورتنیکوف و چند تن دیگر معاش بیشتر کسب کردند. پلیس ولایت طلسی قرقیزستان اعلام کرد که ویدیوی را بودن دختر 16 ساله را با مقصد ازدواج مجبوری تحقیق خواهد کرد. نزدیکان دختر تا حال به پلیس شکایت نکردند. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی نشر شد که نشان می‌دهد دختری را در یک خانه اجباراً نگه می‌دارند و او را مجبور می‌کنند که روی مال بندد. در نوار سال تولد دختر 2003 و از داماد 1984 گفته می‌شود. این حادثه 6 اکتبر در ولایت طلس رخ داد. در کدکس نو جنایی قرقیزستان جزا برای عروس ربایی سنگین‌تر شده از 5 تا 10 سال زندان پیش بینی گشته است. همچنین آنهایی که دختری نابالغ را به ازدواج مجبور می‌کنند 200,000 سوم جریمه می‌شوند. به اطلاع وزارت امور داخلی قرقیزستان در 6 ماه اول سال روان 118 حالت عروس ربایی به قید گرفته شده است. بیشتر این حالت‌ها در دهات رخ داده است. حکومت روسیه حصه و یک کوته مهاجران را در اقتصاد کشور برای سال 2020 تصدیق نمود. در سند آمده است که قرارهای قبول شده برای نظارت از بالای جلب مهاجران به نمودهای گوناگون فعالیت مهنتی با در نظر داشت خصوصیت‌های منطقوی بازار مهنت و ضرورت سراول به کار تامین نمودن شهروندان روسیه پیش بینی شدند. به همین ترتیب در بخش ساختمانی تا 80% کارمندان را از حساب مهاجران مهنتی تامین کردن اجازت است. این معیار به مسکو، ولایت امور و جمهوری بوریاتیا داخل ندارد. همچنین در حدود داغستان 50% را تشکیل می‌کند. در سوحه‌های مسافرکشانی و بارکشانی حصه مهاجران 26% را تشکیل می‌دهد. ورزش باشد 25% باقی می‌ماند. همچنین 50% کارمندان سوحه صنعت خواجگی قشلاق را در روسیه مهاجران مهنتی تشکیل می‌دهند. مقامات تاجیکستان و ایران به موافقه رسیدند که با خرج 10 میلیون دلار نقب ناکامل و تاریک استقلال را ترمیم و درست کنند. معاون اول وزیر نقلیات تاجیکستان سهراب میرزویف با ریزا اردکانیان وزیر نیروی ایران در تهران ملاقات نموده مسئله تعمیر بعدی تونل را بررسی نمودند. دفتر مطبوعات وزارت نقلیات تاجیکستان به رادیو زودی گفت که در حال حاضر معاون وزیر نقلیات تاجیکستان اوید به مسئله تونل استقلال در تهران قرار دارد. نقب مهمی که ساختمانش سالهای طولانی ادامه کرد ولی هنوز هم سیستم هواکشی مناسب و روشنایی ندارد باید ترمیم شود. مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان قبلا به رادیو زودی گفتند که برای موافقه میان وزارت نقلیات و انرژی دو کشور در ماه ایون حاصل شده است. نقم استقلال رو که مرکز تاجیکستان رو با شمال آن می‌پیوندد، ایران با خرج بیشتر از 60 میلیون دلار و در مدت 3 سال بنیاد کرد. آن را سال 2006 با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به استفاده دادند. اما نقب مذکور سالهای طولانی یک روی تاریک و خطرناک و ناهموار برای نقلیات بود و بعد از ترمیم و تجدید طولانی در سال 2011 راهش را هموار و آبش را خشک کردند. حالا هم به گفته رانندگان حرکت از طریق نقب تاریک خطرناک است چون سیستم هواکشی آن درست نیست و هنگام عبور از داخل نقب بیشتر از 5 کیلومتری نارسایی هوایی احساس می شود. از بس که نقب اکثرا تاریک است در تاجیکستان آن را بعضی‌ها غار ایرانی ها هم می نامند. چند اظهارات اخیر مقامات ازبکستان و روسیه مسئله عضویت توشکند را در اتحاد اقتصادی اوراسیا سازمان زیر نفوذ روسیه از یک گمان به یقین تبدیل دادند. در صورتی به عضویت این سازمان شامل شدن توشکند مرزهای تاجیکستان با همسایه‌هایش از آسیای مرکزی یعنی قرقیزستان و ازبکستان به سرحد سازمان اوراسیا تبدیل می شود. تاجیکستان در نوبت خود برای شامل شدن به عضویت این سازمان شتاب ندارد و همیشه گفته است که موضوع مورد آموزش است. سازمان اقتصادی اوراسیا را که سال
2014 ташкил кардан ниҳоди зери назари Русия меноманд. ин созмон нахуст бо ширкати Русия, Беларус ва Қазоқистон таъсис шуда, баъдан ба он Арманистон ва Қирғизистон ҳам пайвастанд. дар ҳудуди кишварҳои ин созмон беш аз 180 миллион аҳолӣ зиндагӣ мекунанд. таҳлилгарон пайвастани узви навро бо 35 миллион ҷамъият ба манфиати обрӯи ин созмони минтақавӣ медонанд. оинномаи иттиҳоди иқтисодии Авросиё мегӯяд ки дар қаламрави кишварҳои узв гардиши озоди нирӯи корӣ, сармояҳо, мол ва хадамот кафолат дода мешавад. аммо дар амал ба андешаи мақомоти баъзе кишварҳои узв шароити рақобати молу хадамот дар дохили созмон баробар нест. ба ҳисобҳои гуногун дар Русия тақрибан 2 миллион муҳоҷири узбек ҳастанд ва дар сурати узвивияти кишварашон дар иттиҳоди Авросиё шароити будубош ва дарёфти иҷозаи кору патенти онҳо ҳалли худро пайдо мекунад. ин дар ҳолест ки дар Тоҷикистон тарафдорони чунин узвият ҳам кам нестанд. инҳо пеш аз ҳама муҳоҷирони корӣ мебошанд. Нуриддин Қаюмов, иқтисодшиноси маъруфи тоҷик, дар суҳбат бо Радио Озодӣ гуфт, дар оғози таъсиси созмон дар назди пажӯҳишгоҳи иқтисод ва демографияи Тоҷикистон комиссияи вижае таъсис шуд ва ҷамъи донишмандони тоҷик зери назари ӯ дар хулосаи худ ба вазорати рушди иқтисод ва савдои кишвар шомил шудан ба созмони Авросиёро машварат дода буданд. гуфт азияти муҳоҷирон дар Русия бо он сабаб идома дорад ки мо то ҳол ба ин созмон ворид нашудем. Нуриддин Қаюмов афзуд, дар Тоҷикистон ҳамасола 70 то 80 ҳазор қувваи нави корӣ эҷод мешавад, вале барои онҳо кор нест ва шояд то 1,5 миллион нафар дар Русия дар ҷустуҷӯи кор мераванд. аз ин хотир як рӯз не як рӯз Тоҷикистон бояд узви ин созмон шавад. айни замон ба суоли ин ки пас чаро Душанбе дар узвивият шитоб намекунад, ӯ гуфт ин масъала паҳлӯҳои сиёсӣ дорад. ва бинандагони азиз, акнун аз қурби асъори хориҷӣ барои имрӯз мегӯем ки аз сӯи Бонки миллӣ таъин шудааст. $1 9 сомониву 68 дирам аст, 1 евро баробар аст ба 10 сомониву 65 дирам ва 1000 рубли русӣ имрӯз 149 сомониву 40 дирам арзиш дорад. бо ташаккур ба ҳамаи онҳое ки тӯли чанд дақиқа моро тамошо карданд. фаромӯш накунед ки дар давоми рӯз мо шуморо мунтазир хоҳем буд бо хабарҳои тоза ва гузоришҳои ҷолиби рӯз. ман шуморо ба худо мезборам то мулоқотҳои баъди. худо нигаҳдор.